من مایام. داستانم زمانی اتفاق افتاد که برای تعطیلات با خانوادم رفته بودیم کشتی تفریحی. اینقدر اتفاق وحشتناکی بود که تا عمر دارم یادم نمیره. خانواده من شامل من، مامانم و بابام میشه. تقریباً 10 سالم بود و چون خواهر برادری نداشتم خیلی زود حوصله‌ام سر میرفت. مامان بابام میخواستن برن بار و مسلماً نمیتونستن منو با خودشون ببرن. واسه همین منو گذاشتن تو محوطه کودک. یه زمین بازی تحت نظارت بود که مامان باباها میتونستن بچه‌هاشونو بذارن اونجا. یه عالمه بچه دیگه هم اونجا بودن و خیلی زود با 2 تا دختر دوست شدم. امیلی و روزا. هر دوشون تقریباً همسن و سال خودم بودن. داشتیم حرف میزدیم که روزا گفت بیاید قایم موشک بازی کنیم. به امیلی گفت که چشم بذاره. بعد دست منو گرفت و گفت یه جای عالی واسه قایم شدن میدونه که امیلی عمرن نمیتونه پیدامون کنه. خلاصه همینجور که امیلی داشت میشمرد، روزا دستمو گرفت و جای قایم شدن رو نشونم داد. یه در رو باز کرد و به یه راه پله تاریک اشاره کرد. باید بریم اونجا. اولش یکم دودل بودم، چون خدمه کشتی قبل سوار شدن به همه گفته بودن که فقط خدمه اجازه ورود به این قسمت رو دارن. اما روزا اینقدر اصرار و التماس کرد که بالاخره راضی شدم. داشتیم از پله ها می رفتیم پایین و دنبال یه اتاق بودیم که داخلش قایم بشیم و اونجا بود که دیدمش. درست آخر راه رو بود، یه در بزرگ چوبی. همینجور که نزدیک می شدیم دیدیم گرد و خاک روی در رو پوشونده و بوی گند و متعفنی به دماغمون خورد. حالا که فکر میکنم میبینم چه رد فلک های واضحی بودن. ولی خب من و روزا اون موقع خیلی بچه و ساده بودیم. برای همین در رو باز کردیم. باز کردنش زور زیادی نمیخواست. انقدر در داغون و نازکی بود که با یه هول ممکن بود بشکنه. وارد شدیم و همه جا کاملا تاریک بود. روزا یه چراغ قوی کوچولو تو جیبش داشت و با همون دور و برمون رو میدیدیم. از پایین صدای امیلی که دنبالمون میگشت و میشنیدیم و با هیجان میخندیدیم. آخه میدونستیم که تا 10 سال دیگه هم نمیتونه پیدامون کنه. اما اینجا بود که اوضاع وحشتناک شد. رازا یهو گفت که میخواد داخل این اتاق قدیمی رو بگرده. چرا قوه‌ش رو با خودش برد. واسه همین من تو تاریکی مونده بودم. بهم گفت کنار در وایسا تا ببینی امیلی میاد یا نه. رازا رفت دنبال کاوشش و همه جا ساکت و کاملا تاریک بود. چند ثانیه گذشت که ناگهان صدای جیغ و قدم‌های تند روزا اتاقو پر کرد. یادم دوید سمتم دستمو گرفت و با 2 از در رفتیم بیرون و از پله ها دویدیم بالا تو محوطه کودک. رنگ روزا حسابی پریده بود و اشک تو چشماش جمع شده بودن. ازش پرسیدم چی شده و برامون تعریف کرد و گفت من به خاطر قایم موشک نمیخواستم بریم اونجا. دلیل اصلیش این بود که شبها تو تختم یه صداهای وحشتناکی میشنیدم که درست نمیتونستم بخوابم. از اونجا که اتاقم درست بالای اون اتاقه حد زدم صداها باید از اونجا بیاد. وقتی داشتم تو تاریکی میگشتم ناگهان همون صداهایی که هر شب میشنوم و شنیدم و رفتم سمتش. اونجا بود که منبع صدا رو دیدم. یه زن لاغر بود با موهای مشکی ژولیده که بالای سرش جمع شده بودن. چشماش گشاد بودن و لبخندش خیلی خیلی وحشتناک بود. هیچ دندونی تو دهنش نداشت. لباساش پاره پاره بودن. بعد رو قسمتای پارش یه چیزی شبیه خون بود. زن منو دید، بعدش مثل سگ 4 دست و پا افتاد دنبالم. اونجا بود که منم دستتو گرفتم و فرار کردی. بعد اون ماجرا کل سفرم خراب شد. روزا دیگه نیومد تو محوطه کودک و منم هر شب کابوس اون زن رو میدیدم. خوشبختانه کروز تموم شد و تونستم از اون کشتی وحشتناک در بیام.